سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. خوب هستید شما دوستان؟ ما آمدیم با آقای AF7 مصاحبه کنیم. دوستان آقای AF7 اومدن اینجا نشستن، میخوام با شما مصاحبه کنیم. پس با اجازه که به دوربین نگاه نمی کنم دارم با آقای AF7 نگاه میکنم، میخوام به حرفاشون کامل گوش بدم. یه سری اطلاعات بخوایم بهتون بدیم، اطلاعات بگیریم و اینا. بریم. فقط کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم از این بغل بذارید روی آل. تشکر. Thank you very much. سلام آقای AF7، خسته نباشید. خوب هستید شما؟ آقای AF7 خب شما شرکت AF7 به نام شماست؟ یک، شرکت AF7 مال شماست. دو، شما برندی به جز AF7 هم دارید؟ سه، با برندی کار میکنید؟ سه تا سوال میخواستم ازتون بپرسم، لطفاً پاسخ بدید. تشکر. سلام بر دوستان گرامی، من AF7 هستم و اومدم که بهتون بگم پاسخ به سوالای آقای مجری بگم که من با توجه به اینکه اسم AF7 پس شرکت به نام خودمه و خودم رو تأسیسش کردم. سوال دومتون در همین حین جواب دادم. نه شرکت دیگه فعلا ندارم، البته تو فکرش هستم. سوال سوم اینه که اینو در قالب یه سورپرایز بود، نمیخواستم بهتون بگم، ولی حالا چون فقط چون شمایی میگم که یه همکاری ریزی و شرکت نایکی داشتم و ایشالله تا 3 ماه دیگه خبرش میاد که با هم همکاری کردیم، ولی با فاش نکنینش دیگه، جهانی نکنین و همین. مرسی از شما.